بزرگمهر یورف یک حقوقشناس شناخته و زندانی در تاجیکستان با اتهام رعایت نکردن قاعده های محبس و نافرمانی به پاسبان ها تنبیه سخت گرفته است. مادر و برادرش امروز به رادیوی آزادی گفتند دادگاه امر داده است تا بزرگمهر یورف 2 سال دیگری حکمش را در مؤسسه اصلاحی نظامش سخت‌تر ادا کند. وکیل تاجیک در زندان معمولی شهر وحدت نگهداری میشد. جمشید یورف برادری بزرگمهر امروز در یک پیام ویدیویی به رادیوی آزادی چنین گفت: در همان کلونی شهر وحدت یک مناقشه یا اینکه بحث وابسته به موقع پیشوا با وجود می آید. این رو خودی مقامات تشکیل می کند تا اینکه یک بار دیگر گویا حقوق ویرانکنی های بزرگمهر را نشان دهند. در همین موارد آنها رو با 5 نفر را با بزرگ گرفته به کارتر انتقال می دهند. روز دیگر سود شهر وحدت در همین کلونیا آمده همچون جریمه به بزرگمهر 2 سال برای نگاه داشتن در کلونیای نظامش پرزورتر در کریتی چخیلی که میگن در شهر دوشنبه جزا میدن. یعنی که از همون 28 سالی که بزرگمهر گرفته بود باید که 2 سال دیگرش را در زندان شهری دوشنبه ادای جزا نماید. این حادثه آخر ماه نوامبر صورت گرفته است. ریاست زندان‌های وزارت عدلیه هیچ شرحی درباره قضیه نمی‌دهد. جمشید یورف همچنین به رادیوی آزادی گفت این احتمال وجود دارد که به ضد برادرش که از سیاست‌های حکومت زیاد انتقاد می‌کرد پرونده دیگری باز کنند. این حال از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان از طرف کارمندان پروکراتورا با تمام واسطه‌های غیر قانونی از اشخاص محبوس در زندانی یا S3-1 شهر وحدت از محبوسان بیانات مجبوری گرفته می شود وابسته به آنکه گویا بزرگمهر آنها را دعوت به یک آشوب، دعوت به اطاعت نکردن به مقامات قدرتی دعوت میکرده است و یعنی که اگون تیاری به اگون آشوب میدیده باشند. همین موادهای پرونده رو جمع کرده ایستادن و احتمال هست که نسبت بزرگمهر یورف به نزدیکی باز یک پرونده دیگر آغاز کرده شود و مهلت نگاه داشتن او در زندان درازتر کرده شود. یادآور می‌شویم بزرگمهر یورف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت می‌کرد سال 2015 با گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که بیگناه است. یک کمیته سازمان ملل هم محاکمه او را آلوده به قانون شکنی و ناعادلانه خوانده از حکومت خواسته است بزرگمهر یورف را آزاد کند.